با فرق از روزهای دیگر حدودی باغی فرهنگی فراغتی به نام ابوالقاسم فردوسی پایتخت فضای ادامه داشت. کشاورزان و هنرمندان مملکت از تمام گوشه و کنار جمهوری با پیشنهاد انواع گوناگون محصولات کشاورزی، خوراک‌های ملی و هنرهای مردمی به هم آمده جشن مهرگان را با صمیمیت خاص و در سطح بلند استقبال کردند. مهری با وطن و ارزش‌گذاری به ارزش‌های ملی خرد و بزرگ کشور را وارد جشنگاه می‌نمود. یکی از عشق وطن می‌سرایید و دیگری با شوق و شور در این جشنگاه می‌رقصید و شادمانی می‌کرد. دهقانان و کشاورزان مملکت که برای تبادل تجربه یکدیگر آمدند، برگزاری چنین چرابینی‌ها را مهم و سری وقتی ارزیابی داشتند. عید مهرگان این یکی از عیدهای سنتی مردم هوری و تبار می باشد که با تشبث به وسیله پیشوای معظم ملت همه ساله جشن گرفته می شود. امروز ولایت مختار کسان بدخشان هم در برابر شهر نهایی جمهوری تویستان در عید مهرگان یعنی اشتراک می نمود و دستاوردهایی که امروز ما به دست آوردیم، خیلی که دهقانان ولایت مختار کسان بدخشان به دست آوردند، ما آوردیم در اینجا در نمایش گذاشتیم. ولایت مختار کسان بدخشان از جهت زمین کورم بسیار کم دارد، همگی 10300 هکتار زمین کورم دارد، لیکن نه وابسته از زمین در همه چهاربینی ما اشتراک میکنیم. در این چرابینی سطح بلند معاون سروزیر مملکت، وزیر کشاورزی کشور و راهبران اداره و تشکیلات‌ها، همزمان نمایندگان کورپوس‌های دیپلماتی مقیم تاجیکستان، اشتراکداران خطسیر سیاحی سیر مهرگان شرکت داشتند. قبل از تماشای نمایشگاه معاون سروزیر مملکت ضمن سخنرانی تاکید نمود که با تشبث و تلاش‌های پیوسته پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان و در دایره تطبیق سیاست فرهنگ پرورانه رهبری دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان، جشن سنتی ما مهرگان رسما به فهرست رپرزنتاتیوی میراث فرهنگ غیرمادی به شریعت وارد گردیده است. یادآور می‌شویم که 4 دکامبر سال 2024 در جلسه 19 کمیته بین دولتی حفظ میراث فرهنگ غیرمادی نامیناسیون مشترک جمهوری تاجیکستان با جمهوری اسلامی ایران جشن مهرگان رسما به فهرست رپرزنتاتیوی میراث فرهنگ غیرمادی به شریعت وارد کرده شد و این باعث افتخار و سرفرازی هر یک تاجیک و تاجیکستانی است. واقعا باعث افتخار ما ملت تمدن آفر و فرهنگ پروری تاجیک است که زیر سیاست فرهنگ پرورانه پیشوای معظم ملت امروز جشن‌های ملی نیاگان ما باز از نو دوباره احیا گردید و فردوسی بزرگ جشن مهرگان را به شاه فریدون را داده است و ببینید که از قدیم ملت تاجیک دارای تاریخ و تمدن پرغناوت خلق است و محض توجه پیشوای معظم ملت به جشن‌های بزرگ ملت تاجیک یکی جشن‌های نیاگان ما بر علا احساس می شود و ببینید که در برابر جشن بزرگ نوروز امروز جشن مهرگان است، یکی از جشن‌های برجسته و اصیل ملت تاجیک است که و می تواند ملت تاجیک حتی طول یک ماه این جشن را استقبال بگیرد، زیرا مرد دهقان برای حاصل به دست آوردن تمام اون زحمت‌هایی که کرده است، میوه جمع‌آوری میوه‌ها یعنی که عید حاصلات است و مردم امروز آن مهنتی که کردن از زمین حاصل برداری میکنند و فیض و برکت مردم تاجیک از فیض زحمت‌های دهقان امروز خاندانشان پرفیض میگردد. هدف از برگزاری جشن حاصلات ترغیب و رشد محصولات کشاورزی، معرفی دسترنج دهقان، احیا نمودن عنعنه‌های پرورش نوع‌های گوناگون میوه‌جات و سبزیجات و بهره بردن از تجربه دهقانان است. امسال دهقانان کشاورزان ناحیه لخش در میدان 5507 گکتار در همه شکل‌های خواجگیداری کارتوشکا کشت نمودیم. من خیلی که می‌بینید حاصل فراوان شد. از همین دستاوردهایی که از حاصل گون داشته شده ما برای ساکنان پایتخت برای نمایش محصولات کشاورزی و من خیلی می‌بینید در باغ فردوسی در عید مهرگان پیشنهاد نمودیم. اساساً در ناحیه لخش از سبب اقلیمش مطابق بودن برای کارتوشکا کاری، کارتوشکا خیلی اینا در دست من است، کارتوشکا نوع پیکاسو نغز انکشاف می‌یابد و اینش باشد از طرف وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان پارسال و ما تخمی نو پیشکش نمودن، نوعی آریزونا می باشد. آریزونا نیز با شرایط ما نظم مطابق شده است، حاصل خوب می دهد. از 1 هکتار تا 250 سنتنر حاصل به دست آورده است. ناحیه فیض‌آباد که ناحیه کشاورزی می باشد، تمام محصولات های
дастранҷи хешро марази тамошои сокинони пойтахт гардонид. соли гузашта тибқи дурнамо дар майдони 6284 гектар кишто гузаронида шуд. албатта аз он ҷумла дар майдони 760 гектар сабзавот, дар майдони 1113 гектар кишти картошка ва дар 7240 гектар боғҳои ҳосилдиҳанда ва мевадиҳанда дар ноҳия мавҷуд аст. албатта имсол барои деҳқонони ноҳияи Файзобод соли пурбарор буд. дар ин рӯз ҳамчунин фестивали занбурпарварон, намоиш ва фурӯши асал, иди себ ва ангур, оши палав, намоиш ва фурӯши шолӣ ва биринҷ ва иди тарбуз, харбуза ва каду баргузор гардиданд. дар ин ҷашнгоҳ кишоварзони мамлакат бо манора ва ороиши махсус навъҳои гуногуни зироат, меваву сабзавот ва полизиҳо ва дигар навъи маҳсулоти кишоварзиро пешниҳод намуданд, ки ин ҳама сарзамини неъматофарин будани Тоҷикистонро нишон медод ва барои сайёҳону меҳмонон ҷолиби диққат буд. дар баробари дигар ташкилоту муассисаҳо ҳамзамон Комитаи рушди сайёҳӣ якҷо бо ширкатҳои сайёҳии мамлакат имконоту зарфиятҳои гардишгариро ба намоиш гузоштанд ва баргузории ҷашни меҳргон дар кишварро заминаи хуби ҷалби сайёҳони хориҷӣ ба мамлакат маънӣ дод карданд. این جشن البته خصوصیتی هم تاریخی هم فرهنگی و همچنین که میبینید هم سیاحی رو امروز به خود گرفته است. چون از تاریخ برمیآید جشن مهرگان این ریشه هزار ساله داشته از دوره نیاگان با آمده به امروز ما رسیده است. امروز آن را میتوان همچنین یک برندی سیاحی بر جهانیان معرفی نمود، از جمله تشکیل چنین چورابینی هایی که در باغ‌های گوناگون امروز تجهیز گشته هستند. البته میتواند همچنین یک تبلیغ برای رشد ساحه سیاحی گردد. طوری که در اینجا مشاهده می‌گردد کمیته رشد سیاحی هم امروز یک گوشه آماده ساخته، در آن همه امکانات و اقتدارهای سیاحی را برای مهمانان خارجی پیشکش نموده شده است. پس از تماشا و باحگذاری در فرجام ایدی مهرگان از جانب وزارت کشاورزی تاجیکستان با کشاورزان فعال جمهوری برای پیشنهاد محصولات خوش‌صفت و سهمگذاری در تامین امنیت اوزقواری از روی نامیناسی‌ها دیپلم، سپاسنامه و تحفه‌های خاطره‌ای تقدیم گردید.